پرواز پهپادهای ناشناس بر فراز غزنی، ابهام در هویت و مأموریت. منابع محلی در ولایت غزنی روز پنجشنبه 20 قوس با نشر ویدیویی گزارش داده‌اند که چند پهپاد ناشناس بر فراز این ولایت در حال پرواز دیده شده است. تاکنون مشخص نیست که این پهپادها مربوط به کدام گروه یا کشور هستند، اما معمولاً پهپادهای آمریکایی و پاکستانی برای نظارت بر فعالیت گروه‌های تندرو در فضای افغانستان گشت‌زنی می‌کنند. همچنین پیشتر گزارش‌های منتشر شده بود مبنی بر اینکه طالبان خانواده‌های اعضای تحریک طالبان پاکستانی TTP را در یک اردوگاه در غزنی اسکان داده‌اند. پرواز پهپادهای ناشناس بر فراز افغانستان تازگی ندارد. با این حال حکومت طالبان بارها اظهار داشته‌اند که گشت‌زنی دوامدار هواپیماهای ناشناس در فضای افغانستان نقض آشکار حریم خصوصی این کشور است.